السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کل تماشاگران عزیز و گرامی قدری که انشالله امروز صدای ما رو میشنوند و الخصوص به برادرمون اسماعیل جان صاحب همین کانال، از ما خواستن یک نیو نواری کوتاهی کنیم به سهمی برادرها برسانیم. انا بسیاری از برادران در مورد اونه که مدت چندین سالها میشوند بی فرزند هستند، دعا یعنی گفتن یگان ذکر یگان دعای وجود دارد. در قوم حضرت نوح علیه السلام 40 سال نه کسی تولد کرد، نه خداوند باران بارانید، نه از زمین چیزی برادر عزیز روید. زراعت ها همه خشک شده بود. حضرت نوح علیه السلام قوم خودش به چی دعوت کرد؟ به استغفار. یعنی گفت که به قوم خودش بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. گفت قوم من، گفت استغفار طلب کنین، یعنی که پشیمان شوین از گناههای خودتان، به سوی پروردگار باز بگردین. همانا پروردگار بسیار بخشنده و مهربان است، بخشنده گناهان است، او آمرزنده است. هر گناهی که کردین به سوی او باز کردین و از گناهاتان پشیمان شوین، او را پرستش کنین، از او اطاعت کنین، چه الله تبارک و تعالی بخشنده و مهربان است. و آیه بعدی میگه که یرسل السماء علیکم مدرارا. وقتی که مثلا یه آیه که اومد فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، شما استغفار گفت طلب بکنین تا اینکه وقتی که اگر شما صاحب تقوا، صاحب یعنی توبه کشیدین، خداوند مهربان برای شما عطا میکنه آبی را از آسمان، آبی پیاهن، یعنی آبی که آب رحمت است، آبی پیاپی، بارانی پیاپی، بارانی که انشاءالله از زمین چه گلها و سبزوات ها را، یعنی زراعت ها را میرویاند. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. و در اینجا میگه که خب بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اگر شما که استغفار، شما از گناه خودتان پشیمان شوید و استغفار طلب کنین به درگاه پروردگار مهربان، به درگاه خدایی که او بخشنده و مهربان است، او برای شما برکت نازل میکنه، باران هم نیز میباره، مال شما را زیاد. و یمددکم باموال، خدا مال شما را زیاد میکنه. و بنین، خداوند برای شما فرزند عطا میکنه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خلاص خداوند مهربان باغهای شما را میرویانه، هر چی که در زمین یعنی بکارین خدا او را میرویانه. بچه وقتی که استغفار طلب کنین. اگر شخصیتایی که فرزند ندارن ان شاء الله تعالی هر روز برای خودشون وظیفه بکنن، حداقل 10,000 مرتبه 3,000 مرتبه استغفار طلب کنن. چی؟ استغفر الله العظیم، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم. باور کنین در یک ساعت اگر انسان حساب بکنه زیاده 2,000 3,000 بار میگه در یک ساعت همی استغفر الله العظیم، استغفر الله و اتوب الیه. خداوند که برای انسان فرزند میده. چخیلی که گفتیم نه در قوم حضرت موسی 40 سال باران نباریده بود برادر عزیز، 40 سال خشکسالی شده بود از سبب یعنی که سرکشی مردم از پروردگارشان. از همین خاطر ان شاء الله تعالی کسی که استغفار بسیار طلب میکنه، اول و آخر خدای مهربان به اخلاص ما بدانیم که الله فرزند عطا کننده است، الله مصور است، الله محی است، الله ممیت است، الله حی است، الله قیوم است، الله چی قادر است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولا ترجع. خداوند هر چیزی را که امر میکنه فقط میگه بشه. وقتی که انسان از الله درخواست میکنه که خدایا برای ما فرزند بده یا خدایا مرا از این مشکلی دور بکن، الله حتما دعای او را چی میشنوه، دعای او را اجابت میکنه. ادعونی استجب لکم، یعنی دعا بکنین ما دعای شما را چی اجابت میکنم. همونا یقینا خدا میگه که ما برای شما فانی قریب، یعنی ما قریب هستم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقتی که اگر انسان یعنی قلب او ذاکر است، زبان او ذاکر است، قلب زبان او یکی هست، در دعا اگر که بگیم زبان دیگه چیز بگه و قلب دیگه چی، پس خدا دعای او را چی
اجابت نمیکنه. و یا اینکه شخص دعا کنه بگه که آیا می خدا دعای مرا اجابت کرد و یا نکرد. دعای شخصیت آن نیست اجابت نمی شود. و دعای شخصیتی که اگر برادرای عزیز و گرامی قد مالی کسی مثلا در خانه او باشه، اگر میگه حتی فراموش کرده باشه نیست، حتی یک قلم و یا اینکه حتی برادرای عزیز فرض کردیم یک روی مال و یا حتی یک سوزن اگر از بیگانه در داخل خانه ای باشه، خداوند چی دعای این شخص اجابت نمیکنه. خداوند دعای شخصی را اجابت میکنه که قلب او در غفلت نیست، قلب او غافل نیست، قلب او چی خدا را یاد میکنه، قلب او ذاکر است. و دعا در اخلاص همیه که فقط چیکار کنیم برادرای عزیز، یعنی که بدانیم که الله دعای ما را یقینا اجابت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به بذل یسیر، هر وقتای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یا خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و الضحی را نگاه کنین، و اما السائل فلا تنحر. خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپ‌های قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان ها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به همون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم، و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پر فیض و پر برکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمان های بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیقی من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وای دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدایا در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتم تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار رفیق با یک دیده بینا بینم.
میگه دست خودش دواند، بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت، من برای سنجش الهی را بینین آمد، میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت، انسان گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها؟ گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های تلبنده نکنیم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند.